خرچنگ‌های سیاه به دام افتادند. 5 عضو باندی که طی یک ماه گذشته در پوشش مسافرکش و با نصب تابلو آژانس در خودرو زنان را در مشهد میرو بودند و پس از آزار و اذیت جنسی رها می‌کردند، در چنگال قانون گرفتار شدند. پلیس با تاکید بر حفظ هویت شاکیان احتمالی از آنها خواست برای شناسایی متهمان یا طرح شکایت به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در رضاشهر مشهد مراجعه کنند. بعد از اینکه سوار شدم یه مقدار که رفتیم جلوتر، طبعا بعد از میدون هنرستان آقایی که عقب بود با اشاره راننده یه سمت من هجوم آورد و گلو و دهنمو گرفت و منو داشت فشار میداد زیر صندلی که منم شروع کردم به مقاومت کردن و جیغ زدن و اینکه سعی می‌کردم خودم از چنگالشون در بیارم ولی سرم داد می‌زدن، فحش میدادن که درو ببند، جیغ نزن، ولی هر جور بود درو باز کردم و خودم از ماشین پرت کردم بیرون. شکار خرچنگ‌های سیاه توسط پلیس آگاهی خراسان رضوی. 5 شیطان صفتی که در پوشش خودروی آژانس تومه‌های خود را به دام می‌انداختند. کلا ماشین مال ابراهیم بود، تابلو هم مال ابراهیم بود. بله. بعد بالا ماشین نمی‌ذاشتیم، جلو داشبورد می‌ذاشتیم کلا. چرا می‌ذاشتین جلو داشبورد؟ که اعتماد کنن سوار. حالا ماشینی که من سوار کرد خب اصلا تابلو آژانس هم داشت، ولی اون تابلو ما تقریبا 2 سال و نیم پیش بود که یک ما رفتم ولی دیگه نرفتم. خانم میشست بغل دست شما، بعد چیکار می‌کردی؟ یکم رفتیم جلوتر، یکم سر رد میشد. خب سر خانم میگرفتم میذاشتم پایین. خب میذارم میگفتم اگه تکون بخوری با شوکه میذارم. چرا به اینا تعرض کردی؟ به خودم هم بهش کنشو تعرضی نداشت. تا این نیم ساعتی که تو جاده رفته بودم دوباره برگشتن. اونی که عقب نشسته بود شروع کرد اذیت آزارم، چون یه جایی رو می‌خواستن اوکی کنم منو ببرن که دیگه اوکی نشد. 5 نفر سوار کردیم ما در طول یک ماه. بعد به 2 نفرشون تعرض جنسی و آزار و اذیت و 3 نفر دیگه فقط سرقت بود. یکی از خانم‌ها داره میگه و عنوان میکنه من گفتم به جان امام حسین قسمتون میدم که شما دست به من نزنید، من شوهر دارم، بچه کوچیک دارم، دست از من وردارید. متاسفانه اینها حتی به مقدسات هم توهین کردند و متاسفانه کار خودشون رو انجام دادن. ساعت 8 شب بود، 9 به ما زنگ زدن همون کلید باغ تو داری؟ گفتم بله. بعد آوردن، در جریان هم نبودیم. بعد آمدن دم باغ در رو باز کردن که دیدم یه خانومی رو خف کردن تو ماشین. خانومو به تهدید گفتن لباساتو در بیار، لباساشو در آوردن دیگه. بعدش آزار و اذیت و تجاوز دیگه. این 2 نفر می آوردن این خانم‌ها رو خودشون که تعرض می‌کردن بماند و آزار و اذیت جسمی باز در اختیار افراد دیگه قرار میدادن. این بلا اگه سر خانوم خودت که توی عقد، مادر خودت، خواهر خودت، یه نفر دیگه مثل تو انجام میداد، چه احساسی داشتی؟ در زمان تهیه این گزارش 2 متهم دیگر پرونده برای محاکمه در دادسرا حضور داشتند. قانون شکنان بدانند خرچنگ که هیچ، افعی هم که باشند، با اقتدار پلیس در دام قانون گرفتار خواهند شد. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.